بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما میخواهیم که از حیات بهترین بشریت، از حیات پیشوا و فخر فرزندان آدم در روز قیامت سخن بگوییم. درباره محمد صلی الله علیه و سلم سخن بگوییم. این خودش یک شرف بزرگی است. بهترین انسان آن است که وقتش را با سخنگویی درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم بگذراند. از تولد او تا وفات او ما سخن میگوییم و وفات او بزرگترین مصیبت بود بر امت صلی الله علیه و سلم. از دوره های بعثت و بعد بعثتش سخن میگوییم. درباره جهاد او با دشمنانش چگونه با شجاعت ترین انسان بود، همیشه در صف پیش می ایستاد. درباره او اون حبیب سخن میگوییم که اگر او نمیشد امروز بشریت در گمراهی قرار میگرفت. او رحمتی است که الله او را برای بشریت داده است. برای چی ما او را پیروی میکنیم؟ زیرا که اطاعت از او سبب و وارد شدن به جنت میگردد. ما به خاطر چی او را برای او سخن میگوییم؟ برای که او ما را دوست میداشت. چگونه ما او را دوست نداریم؟ یکی از صحابگان گریه میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت چی سبب گریه تو شده است؟ گفت مرگ را به خاطر آوردم. گفت خیلی چی؟ گفت وقتا که بمیرم با تو نمی نشینم و تو را نمی بینم و با تو سخن گفتن نمی توانم. گفت هر شخصی همنشینی کسی است که او را دوست می دارد. اگر که مرا دوست می دارد روز قیامت الله تو را همنشینی من می گرداند در جنت. اگر ما او را دوست داریم و روز قیامت در جنت الله همنشینی او می گرداند ما را. پیش از آن که درباره محمد صلی الله علیه و سلم سخن را آغاز کنیم، لازم است که کمی از حیات زندگی از جزیره عرب ها حکایت کنیم، از دینش و از حیات اجتماعی آنها. اصل عرب از قحطان است. همگی از قصه پیامبران می‌دانیم که وقتی که اسماعیل پسر حضرت ابراهیم خلیل در مکه زندگانی می‌کرد، با زن از قبیله جرهم ازدواج کرد. جرهم نام شخصی است که او پسر قحطان است. اصل عرب برمیگردد به قحطان و اسماعیل علیه السلام. عرب ها در زمان درازی در این جزیره در دین یکتاپرستی بودند. خدا را عبادت میکردند، خانه خدا را طواف میکردند، به خاطر خدا حج میکردند. دینشان یکتاپرستی بود. یک کاری در بین آنها پیدا شد که سبب او با نام عمرو ابن نحین بود. عمرو ابن نحین شخصی از مکه به سوی شام سفر کرد و در آنجا با قوم امارق وخورد. دید که قوم امارق بتها را پرستش میکنند. در تعجب افتاد. گفت این چه کاری است که شما میکنید؟ به او گفتند این صنم‌های ما هستند. گفت چیکار میکنید با آنها؟ گفتند ما آنها را عبادت میکنیم، از آنها کمک میخواهیم، کمکمان میکنند، از آنها باران میخواهیم، بارانمان میدهد. و امر گفت یک تا از صنم را با من نمیدهید؟ و با او یک صنم دادند و او گرفت از شام به مکه آورد. وقتی که از شام به مکه آورد، همه گرد و اطراف مکه به او جمع شدند. در تعجب افتادند که این امر چیکار میکنند. امر گفت این صنم من است، من آن را عبادت میکنم، با من هرچی خواهم به من میدهد. من آن را گفت از شام آوردم. و عرب ها گفتند آیا این به تو کمک میکند؟ امر گفت آره، من از این باران میخواهم، بارانم میدهد. و اینجا عرب ها مکه در خانه کرد امر که تا این دم آنها در یکتاپرستی بودند و آنها را هم صنم های داد. شروع کردن به غیر خدا پرستیدن را. حتی تربیه که عرب ها هنگام طواف کعبه میگفتند آن را هم عوض کردند. میگفتند لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آن را نیز علیش کردند. شیطان بت پرستی را با سبب امر وارد مکه کرد و حتی که تربیه را عوض کرد. چنین میگفتند لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک له ولک تملکه و ما ملک. با یکتاپرستی شروع میکردن و با شرک تمامش میکردن. خداوند درباره آنها چی میگوید؟ سوره یوسف آیت 106.
و ما یؤمنهم اکثرهم بالله و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و اکثر آنها به خدا ایمان نمی آوردند مگر آنکه برای او شرک مقرر کرده است. آره، شرک میان عرب ها ریشه پیدا کرد. شرک میان آنها پنج شد. در دین یکتاپرستی بودند، اما بت‌ها پیدا شد با سببی که با سبب امر ابن نحیم شرک را با جزیره عرب داخل کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را میان آتش دید که داشت عذاب میکشید. آن را به او عذاب میدادند. با سبب چی؟ با سبب شرک را در آوردن به جزیره عرب. بت پرستی را در مکه و پهن کردند و بت پرستی در مکه پهن شد. در گوشه و کنار آنها پهن شد. در هر یک خانه آنها بود. و مرد با نام ایسان و زن با نام نائله از قبیله جرهم بودند. آنها کار زشت در صحن کعبه انجام دادند و خداوند آنها را با دو سنگ تبدیل داد و قریش آنها را همچون معبود خود عبادت میکرد، با وجودی که الله آنها را عذاب داده بود. بت‌ها در هر خانه آنها وجود داشتند. حتی آنهایی که به سفر می‌برآمدند بت‌ها را عبادت میکردند و هنگام بازگشت اول بت‌های خود را زیارت میکردند. گرد بت‌ها طواف میکردند. از آنها خواهش‌ها میکردند، میگفتند اینها هستند که ما را با خدا نزدیک میکنند. شفاعت پیش خدا شفاعت میکنند. با جای خدا بت‌ها را عبادت میکردند. حتی بعضی از آنها با خرما بت میساخت و هنگام سفر آن را با خود میبرد و وقتی که در سفر گرسنه میماند بت خدای خودش را میخورد. این بت‌ها نه فایده میآورند و نه ضرری میرسانند، نه میشنوند و نه میبینند و آنها بت‌ها را عبادت میکردند. اهل قریش مالها میآوردند و برای آنها این مالها را قربانی میکردند. قربانی میکردند نه به خاطر الله ذوالجلال، قربانی میکردند و میگفتند اینش به خاطر خداست و اینش به خاطر بت‌ها و خدایان ما. کفر عرب در جزیره عرب پرستش بت‌ها را زیاد میکردند و خانه ها میساختند و گرد آنها طواف میکردند. نه تنها در کعبه به مثل لات که بنی ثقیل عبادت میکرد برای آن خانه ساخته بود، بالای آن را با متاع پوشانده بود. به نزد آن بت‌ها از هر گوشه و کنار مکه زیارت می آمدند. لات در بنی ثقیل بود و منات را قبیله اوس و خسرش که در یثرب بود عبادت میکرد. و اینچنین عزا در منطقه با نام نخله بود، برای آنها نامها گذاشته بودند و به جای خداوند ذوالجلال آنها را عبادت میکردند و شیطان را آنها را از راه راست بیرون کرده بود. حتی خواست شیطان هم همین است که شرک را جاری اندازد. دعا کردن به غیر خدا، طواف کردن به غیر خانه کعبه، به غیر خدا چیزهای میکردند. بت پرستی در مکه زیاد شده بود. شیطان در خانه و بازار و گوشه و کنار آنها سیر و گشت میکرد. آنها در پیش بت‌های خود مالها میکشند. حتی اشتری که 10 تا تولد میکرد گوش آن را بریده آن را خوردنش را حرام بدانستند. این اجازه ها را به او کی داده؟ و شیطان ها از شیطان پیروی میکردند. و در جای آنها در عرب ها فالبین ها و جادوگرها به حد زیاد شده بود. وقتی که بر یگان غار وارد میشدند، نزدیک میشدند و میگفتند که از جن ها و از شیطان ها کمک میخواستند و میگفتند که پناه میبریم به سردار همین وادی از شهر و بدی همین وادی. الله در سوره جن آیت 6 چی میگوید؟ میفرماید وانهم كان رجال من الانس يدون برجال من الجن فزادهم رهقا. بت‌ها را میپرستیدند، طاغوت‌ها را میپرستیدند، به غیر خدا پناه میخوردند، به غیر خدا دعا میکردند. عرب‌ها در یک حیات جاهلانه زندگی میکردند، زندگانی بدبختانه داشتند و حلال را حرام و حرام را حلال میگفتند. از شیطان پیروی میکردند
اما یهودی نصارا باشد حالت خوبی نداشتند. یهودیان همشون در جمع‌آوری مال و اسلحه بود و جنگ اندازه بین مردم بود. اما نصارا باشد راهبان آنها حرام را حلال و حلال را حرام می‌دانستند. و قبیله های بودند که وقتی که از این قبیله یک اشتر بار دیگر قبیله آب مینوشی یا که یک چیز دیگری میخورد از زمین آن، این سبب میشد که آنها سالهای دراز میجنگیدند. زنا بین آنها یک چیز عادی بود. در بین آنها 4 نوع نکاح موجود بود. یکم نکاح مانند امروزه نکاح ها که ما میکنیم. دختران وقتی که دختران شوهر میکردن، نکاح آنها این گونه بود که وقتی که دختران شوهر میکردن با اجازت کلان نشون بود، با اجازت والدین نشون بود. و دوم نکاحشون باشد هرگاه زنی که از حیض پاک میشد، شوهرش با اون میگفت که بیا پیش فلانی تا که باردار شوی. تا وقتی باردار شدنش در آنجا می ایستاد و بعدا باز میگشت. سوم نکاحش باشد یک نکاح بدبختانه بود. زن با 10 نفر همخوابه میشد و کدامش را که زن میخواست با آن ازدواج میکرد. چهارمین نکاحش باشد زن روی در خانه خود پارچه میگذاشت، پس هر مردی که میخواست با او همخوابه میشد. وقتی که چنین زن تولد میکرد، چهره شناسان او را گویا به پدرش نسبت میدادند. اما قرآن آمده چنین گفت، سوره اسراء آیت 32: ولا تقربه الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. بعضی ها با زنها و با زنهای پدرهای خود نکاح میکردند که این درست نیست در اسلام. و بین آنها یک قومهای جنگ میکردند و بین آنها شعارشون این بود که کمک کن برادرت را گرچه ظالم است یا مظلوم. ولی اسلام آمد ظالم را از مظلوم جدا کرد و گفت کمک کن برادرت را از ظلم تا اینکه ظلم نکنند. از ظلم نجاتش ده. قبیله ها جنگ میشدند. زن در آن دوره در خاری بود، خار ذلیل بود. قبیله ربیع و با دیگر قبیله درگیر شدند. عادت عرب آن بود که هرگاه وقتی که از قبیله زن در دست می افتید، اسیر می افتید و با او اختیار می گذاشتند که بی ایستد یا اینکه با پیش شوهرش یا خانوادهش برگردد. وقتی که با دختر این سردار قبیله چنین در حالت افتاد، با اختیار گذاشتند که بی ایستد یا اینکه برود. و او اختیار کرد اون دختر که کسی که او را آورده است با او بی ایستد. و این یک آر بر پدر او و قوم او گشت. پدرش یعنی سردار قبیله قسم یاد کرد که بعد از این دختر دار شود آن را میکشد و او زیاده از 10 دختر یافت، همش را زنده بگور کرد. و این زنده بگور کردن دختران پنج شد در بین قبیله و بیرون از قبیله و در شهر و مکانهای عرب پنج شد زنده بگور کردن دختران. الله در قرآن چی میفرماید؟ سوره تکویر آیت 89: و اذا موعودة سئلت بأي ذنب قتلت. ترجمهش: و وقتا که دختر زنده بگور کرده را میپرسند، زنده بگور پرسیده شود به کدام گناه کشته شد. و یکی از صحابگان میگوید همسر من یک دختر تولد کرد و آن را نکشتم و از بین چند سال گذشت و یکی از برای او خواستگاری آمدند و مرا رشک خشمم کرد و به سوی زنم گفتم آرا لباسی نوش را آرا بده، لباسی نوش را پوشان. زن گفت چرا؟ گفتم با آن دخترم برای خویشاوندانم میرویم، زیارت خویشاوندانم میرویم. و زنم از من عهد گرفت که با او دست نرسانی، زیانی نرسانی و من هم نیز عهد بستم. وقتی که از خانه برآمدیم، به راه برآمدیم و در راه با یک چاه روبرو شدم که آب نداشت، خشک بود. و وقتی که به چاه می‌نگریستم رشک و خشمم بلند میشد. وقتی که به دخترم نگاه میکردم رشک و خشمم پس میشد و دخترم با من گفت پدر تو را به خدا سوگند که با قولی که به مادرم داده نشکن، به امانت مادرم خیانت مکن. و آن را گرفتم در چاه انداختم و تا وقتی که جان از بدنش برآمد گریه آرامش شنیدم و این گونه جان داد.
و عرب ها این چنین بودند. زنها خوار و ذلیل بودند، نه تنها در عرب بلکه در تمدن ها. رومیان و فارس ها هم این گونه بود. اگر زن شوهرش وفات میکرد، فرزندان او از زن همچون میراث از زن استفاده میبردند. در بازارها خرید و فروش میشد، جوان دختران خرید و فروش میشدند. زن در چنین بدبختی ها و خواری بود تا اینکه اسلام آمد او را احترام بخشید. اگرچه آزاد بود یا اینکه برده بود فرق نمیکرد. عرق نوشی بین آنها، شراب نوشی بین آنها چنان زیادی بود که از آب بیشتر شراب می نوشیدند و اسلام آمد آن را حرام گردانید. مردم قریش اخلاق خوبی نداشتند؟ آره داشتند. بعضی اخلاق خوبی داشتند که از دیگر فرق میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که آمدند تا که اخلاق نیکو را پرتر گردانند، نکو را پرتر گردانند. یکی از کارهای خوب آنها این بود که سخاوتمند بودند. عرب‌ها با سخاوتمندی خود مشهور بودند. میان آنها شخصانی بودند که در زندگانیشان حتی یک اشتر می داشت، به خاطر مهمان خانه‌اش می آمد که اون اشتر شیر اون سبب زندگی این بود که روزش را پیش می برد. به خاطر مهمان شده آن را ذبح می کرد، آن را می کشت به خاطر مهمان. و یکی از ثروتمندان آنها حاتم طایی بود و عبدالله ابن جدان بود. هر وقتی که از دیگر جایها عرب‌ها به زیارت می آوردند، به زیارت کعبه می آمدند، عبدالله ابن جدان شترهای زیادی میکشت و به حد سخی بود. برای آنها شترها میکشت و برای آنها خیر میکرد. و این چنین از زمانهای پیش از اسماعیل علیه السلام قبیله جرهم بر مکه حکمران بودند. حکمرانی میکرد. چندین سالها امور مکه در دست آنها بود و زمانی رسید که رشته امور را بگیرند و بر مردم ظلم کردند، به حرام دست زدند و به مردم مسکینین آزار میدادند. قبیله کنانه و خزاعه آمد. بین آنها جنگ و بین آن قبیله ها جنگ سختی با وجود آمد که این جنگ با شکست جرهم انجام یافت و از ریاست مکه دور انداخته شد قبیله جرهم و رشته حکومت را کنانه و خزاعه گرفتند. و این بود حال احوال عرب پیش از اسلام. و انشاءالله در موضوع های دیگر از باره سجین سوره الم تر کیف که نازل شده بود سر میکنیم انشاءالله. انا لله و انا الیه راجعون. این بود